خبر است که دشمنان به بخارا هجوم میکنند. مردم را فرا خوانید و به حشر دعوت کنید و از خزینه پول جدا کنید تا دیوار را بسازیم و تعمیر کنیم. دیوار؟ بله امیرم. تا من زنده‌ام دیواری بخارا منم. مردم، دشمن به سمت شما لشکر کشیده با امید آن که سرزمین شما را بیرباید، زنان شما را اسیر. تاریخ را آموزه تا آینده خود را بسازه. زمان چینگیز با لشکر مور و ملخ خود تا بخارا آمد. در بخارا مقاومت سخت بود. از این سبب داخله اعلان کرد اگر هر کسی خواهد ما او را عفو میکنیم، به مال و چیزی او کاردار نمیشویم، زندگیش را ادامه دهد، اما به سمت ما گردد. قسمی از مردم گمراه بخارا این پیشنهاد را قبول کرد و اولین فرمانی که به آنها داد، آن نفرانی که بر ضد ما هستند آنها را قتل کنید، زنانشان را غلام گیرید و دولتشان را از خود کنید. و این کار چنین شد. ما از داخل مسلمان را کشت. وقتی چنگیز با سری بلندواری شد، همش را جمع کرد، خرسند بودند. گفت سر اینها را از تن جدا کنید. وقتی پرسان شدند که چرا، گفت شما که به برادر خود رحم نکردید، به من رحم ندارید.